با افتخار تأسیس‌یابی واحدهای تعیینات مخصوصی میلیسیای وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان همچون رمز دولتداری مستقل سرود ملی در قسمت افتتاحی جمع آمده دانه صدا داد. سپس سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان با سخن شادباشی برآمد نموده اهل این جمع آمده ایدانه را با 30مین سالگرد تأسیس‌یابی واحدهای تعیینات مخصوص میلیسیای وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان تبریک و تهنیت نمود. ذکر داشت که دوام 13 ساله دسته تعیینات مخصوص میلیسیا همچون سپری قوی و تکیهگاه با اعتماد جامعه فعالیت داشته این نهاد پرمسئولیت که در شرایط دشوارترین سالهای اول دولتسازی تأسیس یافته بود امروز به نیروی متشکل کسبی و پراقتدار تبدیل یافته است. تاریخ 30 سال فعالیت واحدهای تعیینات مخصوص میلیسیای وزارت کارهای داخلی پر از صحیفه‌های جسارت، صداقت، متانت و خدمت به وطن است، زیرا دلاوران دسته تعیینات مخصوص میلیسیا در همه وضع و حالت در خط اول دفاع از سرزمین و مبارزه با عنصرهای جنایتی قرار دارند. در سالهای پرآشوب و حساس آغاز استقلال دولتی وقتی که نهادهای حکومتی بازسازی می‌شدند و تأمین امنیت از مهمترین وظیفه‌ها به شمار می‌رفت، ضرورت تأسیس واحد تعیینات مخصوص بیشتر از هر وقت احساس گردید. با مقصد حمایت اساسهای دولتداری، نگهداری ترتیبات جمعیتی و مقاومت با گروه‌های جنایتکار، دسته تعیینات مخصوص میلیسیا شکل گرفت و از روزهای اول این نهاد با مسئولیت سنگین حفظ آرامی مردم، پیشگیری ناآرامی‌ها و اشتراک در عملیات‌های مرکب و خوفناک روبرو شد. دسته تعیینات مخصوص میلیسیا 5 دکبر سال 1995 با هیئت شخصی عبارت از همگی 66 نفر در دوره به فعالیت شروع نموده است که در کشور گروه‌های جنایت پیشه و اشخاص علاهیده با مقصد عملی ساختن هدف‌های جنایتکارانه و مانع شدن بر روند برقرارسازی ثبات و آرامی دست به صادر نمودن عمل‌های تروریستی و دیگر جنایت‌های وزنی زده در بین ساکنان مملکت فضای ترس و هراس و احساس ناباوری به فرد را به وجود می آوردند. بعد تأسیس یابی به هیئت دسته تعیینات مخصوص میلیسیای ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان جوانان جسور و دلیر، چست و چالاک و روحن و جسمن آب و تاب یافته جلب کرده شدند. هیئت شخصی این نهاد در نبرد و مبارزه های وزنین از مکتب شجاعت و مردانگی و امتحان و آزمایش های سنگین گذشته دانش و مهارت و ملکه کسبی شکل و اصول های مختلف کاری خود را تکمیل داده امروز به یک نهاد با اعتماد تأمین کننده امنیت کشورمان تبدیل یافته است. اقتدار کاری دسته تعیینات مخصوص میلیسیای ولایت ختلان را که واحدهای منطقوی آن در باختر و کولاب فعالیت می کنند، جوانان متین اراده و رزم آور و قوی بازو و شکست ناپذیر تشکیل می دهند. فعالیت و کار و خدمت در هیئت واحدهای تعیینات مخصوص میلیسیا نشانه صداقت به سرزمین، دوستداری وطن و مکتب مردانگی می باشد. خدمت صادقانه، شجاعت و اراده مستحکم دلاوران دسته تعیینات مخصوص میلیسیا در ولایت ختلان دوام 30 سال فعالیت تحت غمخواری، پشتیبانی و دستگیری های پیوسته سرفرمانده عالی قوه های مسلح کشور جنرال ارتش، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان قرار گرفته با بنا و انشاءات خدمتی و شرایط مساعد کاری، تکنیک معاصر، وسیله‌های مخصوص، لوازمات محافظتی و سلاح پیشرفته تامین گردیده است. امروزها در دسته تعیینات مخصوص میلیسیای ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان نفران کار و فعالیت دارند که در حقیقت وطن مادر برایشان مقدس و حفظ امنیت سرزمین شعار زندگیشان می باشد. دلاوران دسته بارها رسالت جوانمردی و وظیفه کسبی را سربلندانه به انجام رسانیده در نزد خلق و وطن قرض فرزندی خود را اجرا کردند. با گذشت سالها دسته تعیینات مخصوص میلیسیای ولایت ختلان تدریجاً تجربه و ملکه های کسبی خود را به سطح نهایت بلند رسانید.
آموزش مشق‌های جسمانی، تاکتیکی، روانی و تکنیکی خدمتیان مطابق استانداردهای بین المللی راه اندازی گردید. کارمندان دسته درک می‌کنند که در هر وضعیتی پیشبینی نشونده چاره‌های فوری و دقیق کاری طلب کرده می‌شود. خدمتیان این واحد مقامات میلیسیا از سنجش‌های شدید می‌گذرند، سنجش‌هایی که نه تنها قوه جسمانی بلکه استواری روح، اراده، مسئولیت و صداقت را می‌سنجد. هر یک فردی که لباس این واحد را به بر می‌کند می‌داند که او نماینده نهاد قدرتمندی است که نام آن به جسوری و انتظام توأم می‌باشد. از روزهای اول تأسیس یابی تا امروز دسته تعینات مخصوص میلیسیای ولایت ختلان مکتب تربیه کادرهای پرقوت، صادق و وطندوست گردیده است. در اینجا نه تنها ملکه جنگی بلکه روحیه خدمت به خلق، احترام به قانون و مسئولیت بلند شهروندی آموزانیده و پرورش می‌یابد. جمهوری تاجیکستان و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان صادقانه خدمت بکنه. در قسمت دیگر جمع آمد تنتنوی در وضعیت خاطرمان، گروهی از کارمندان دسته تعینات مخصوص میلیسیا در ولایت ختلان با نشان سرسینگی میلیسیا، مدال برای صداقت، مدال برای خدمت شایان و سپاسنامه و افتخارنامه ها سرفراز گردانیده شدند. گذشت ادانه کارمندان دسته تعینات مخصوص میلیسیای ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان، دیگر مقامات و ساختارهای زیرتابع ریاست ادامه بخش این چاره‌بینی با شکوه گردید. قدمزنی استوارانه و با جسارتانه مسلح بودن هیئت کارمندان نهاد و ساختارهای قدرتی در خود واقعیت قدرتمند بودن این نهاد با نفوذ مدافعوی کشور را تجسم میکرد. لازم به ذکر است که دسته تعینات مخصوص میلیسیا امروز نه تنها یک واحد امنیتی بلکه رمز مردانگی، حمایه قانون، صداقت به وطن، سپر دولت و شهامت ملت تاجیک می باشد و تجلیل با شکوه 30 سالگی تأسیس یابی این نهاد پرقدرت بشارت روشن دستگیری و احترام و خدمت صادقانه این رادمردان ملت است که با عزم رستمانه همیشه آمادند از وطن و خلق کشور دفاع نمایند. حسنزاده اویمو، فخرالدین کریم، اولوغبک کریم، نموزلی ارگش برای برنامه اطلاعاتی اخبار.